أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. سوره مبارکه فتح هست. سوره فتح از سوره های مدنی هست. از نظر ترتیب 111مین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد. سوره محمد این هست مبحث اصلی، بحث محوری جهاد بود. در رابطه با جهاد و با کفار الله عز و جل فرمودند نتیجه کار و تلاش در راه الله عز و جل هست. اما این آیات اولیه این سوره مبارکه را میم مقدمه این آیات پیش افتاد، یا به تعبیر اهل تفسیر درباره شأن نزول آیات و این سوره مقداری صحبت بکنیم، بحث بکنیم. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه طیبه تشریف بردند 6 سال بود که سال 6م بود هجرت کرده بودند و مکه را ندیده بودند و یکی از آرزوها و تمناهای آن حضرت صلی الله علیه و سلم مکه اصحاب و یاران که نشون بود. اونها مکه کشش فوق‌العاده‌ای داشت و همیشه آن حضرت صلی الله علیه و سلم به فکر بودند که به مکه تشریف کنند، عمره بکنند، طواف بکنند تا اینکه که همراه با یاران سفر و عمره کردند، طواف کردند. بعد از طواف صفا و مروه بعد از آن سرها را حلق کردند،
کردن، تراشیدن یا قصر رو کوتاه کردن، بعضی حلق و بعضی قصر رو. این را که در خواب دیدند، خواب انبیا وحی هست، گویا دستور صادر شد، گویا خداوند عزوجل مقدر فرمود که به این سفر تشریف ببرند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمادگی کرد و قصد سفر بیت الله را قصد سفر عمره کردند و اصحاب هم همراه شدند، یاران هم همراه شدند. اما به ظاهر این سفر پرخطری بود، چون که سالها بود که با قریش مکه، با مشرکین مکه جنگ داشتند، درگیری داشتند و این جنگ ها و درگیری ها باعث شده بود که 10 نفر از هر طرف کشته بشه. لذا عداوت، بغض و کینه و تهدلی از طرفی آن حضرت صلی الله علیه و سلم دلشون میخواستند که این مخالفت ها را، این دشمنی ها را کم قابل توجه است. دقت بفرمایید، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه به مدینه طیبه هجرت کردند، های زیادی بر ایشان تحمیل شد. در سال دوم جنگ بدر را داریم، در سال سوم جنگ احد هست، در سال چهارم قبیله بنو نذیر و محاصره بنو نذیر و جلاوطن کردن اونها در سوره احزاب میخوانیم. در سال پنجم بعد از اینکه آن یهود را در سال پنجم متوجه شدند و بر قریظه حمله کردند، بنو قریظه تسلیم شد، مردانشون کشته شدند. فرد افراد بنو قریظه گریخت به خیبر رساندند. خیبر با مدینه منوره فاصله داشت. اونجا یک یهودی شرور رفت و آمدهای زیادی با مکه داشت و زمان از مسلمانان احساس خطر می کردن، مسلمان شده بودند. لذا با اهل مکه این معاهده را بستن، به خاطر اینکه چون یهود این کلن رانده شدن، تبعید شدن. سال دوم بنو قینقاع بنو نذیر تبعید شد، سال پنجم بنو قریظه متلاشی شد، فقط در خیبر مانده بودند. اونها احساس خطر می کردند که مسلمانان اگر به خیبر حمله کنند به راحت ما را از بین میبرند. بنابراین یهودی ها رفتن به مکه و با اهل مکه معاهده بستند که هم مکه محفوظ بمانند. معاهده چی بود؟ گفتند اگر یه وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه به مکه حمله کرد، یهود و خیبر وظیفه دارند در همون شرایط به مدینه حمله کنند و مدینه را تصرف بکنند. اگر آن حضرت صلی الله اهل مکه و مشرکین مدینه حمله کنند، مدینه را تصرف کنند، یعنی مسلمانان همیشه در خطر باشند، جرأت نکنند نه به مکه حمله بکنند نه به خیبر حمله بکنند. این دسیسه بود و این توطئه بود که آن حضرت میخواست که یه مقداری شرایط را تلطیف بکنند، شرایط موج را پایین تر بیارند و
بنابراین از یک طرف عمره، اما از یک طرف دشمنی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم نمیخواست جنگ بشه، آن حضرت از جنگ گریز میکرد. به همین دلیل وقتی که اهل مکه متوجه شدند و سلم داره میاد به طرف بیت الله و به طرف خانه کعبه و به برای جلوگیری، گفتم ما به هیچ وجه نمیگذاریم و اون مسیر اصلی و راه اصلی که داشت میرفت به طرف اون راه افتادن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم عمدن و قصد کردن، از اون راه اصلی که به مکه میروند نرفتن، از یک راه دیگر که راه فرعی و این راه همین راهی هست که به طرف مکه از طریق حدیبیه میره. حدیبیه، محل حدیبیه، و این حدیبیه تقریبا بر حدود حرم هست، اما در مسیر مکه و جده هم واقع می شود. کسی که میخواد از مکه به جده برود هم در مسیر هست. از این طریق آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند و در حدیبیه چادر انداختند و اینجا منتظر ماندند و نخواستند جنگ کنند. برای مذاکره کسی را فرستادند. کسی را که فرستادند سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بود. سیدنا عثمان را که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرستادند هم صلح را و عرض به خدمت نظر داشتن، به هیچ وجه آن حضرت مصلحت را در جنگ نمی دیدن. خب انتخاب عثمان به چند دلیل بود. یکی اینکه عثمان رضی الله تعالی عنه فردی بود بسیار نرمخو، هیچ آرام بود، نرم بود و با وقار بود و احترام، یکی از تجار بود، احترام خاص همه عرب ها داشت. بنو امیه هم بود، از قبیله سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه همین مسائل را مد نظر گرفتند. لذا وقتی که اونجا تشریف بردند اهل مکه گفتند، وقتی که وارد مذاکره شدن گفتن ما به هیچ وجه اجازه عمره نمیدیم، اجازه طواف نمیدیم، برای ما بد هست، سرفکنده میشیم که بعد از این همه جنگ ها، بعد از این ها بترسیم از شما و شما بیایید. از یک طرف هم میترسیدند عمره بکنید، طواف بکنید، بنابراین ما به شما اگر میخواید اجازه میدیم اما به لشکر اجازه نمیدیم. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه نپذیرفتن، گفتن من رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش نه عمره میکنم نه طواف میکنم. بالاخره اونها معروف کردند که عثمان رضی الله تعالی عنه را کشته اند، شهید کرده اند و این شایعه وقتی که افتاد و مسلمانان شنیدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم شنیدند، این شایعه یک احساس خاصی و تحریک خاصی در میان مسلمانان ایجاد کرد. خدای عزوجل کارهای خودش را بهتر میدوند. این شایعه را اونها کردند، اما این شایعه به ضررشون تمام شد، چون وقتی که جاسوس هایشون خبر بردن دیدن که مسلمانان چقدر ناراحتن، چقدر احساساتی هستند و این شیران چطور میغرند و اونجا در زیر اون درخت چطور با آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و چه حضوری، چه آمادگی از خودشون داد. قبلا هیچ همونطور که عرض کردم برای جنگ نبود، شرایط در کل شرایط جنگی نبود، در کل شرایط مناسبی نبود، هیچ نوع داشت. اما وقتی که این شایعه
آمادگی کامل از نظر روحی روانی ایجاد شد. آماده بودند که هر نوع قربانی و هر نوع فداکاری بدند و نگذارند که خون عثمان ضایع بشه. اینجا بود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت گرفتند. این بیعت که قرآن کریم اعلام رضایت کرده از اهل این بیعت نامگذاری شده به بیعت الرضوان، بیعتی که رضای پروردگار بر این بیعت اعلام شد، بیعتی که این بیعت برای جهاد بود. آن حضرت با همه بیعت کردند و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه چون حضور نداشت غائبانه بیعت عثمان انجام گرفت. آن حضرت دو دست خودش را یکی به عنوان خودشون و یکی به عنوان سیدنا عثمان به هم روی هم قرار دادند و این بیعت گویا از طرف عثمان هم انجام گرفت. اما با وجودی که این بیعت انجام گرفت، آمادگی شد و مسلمانان کاملا آماده جنگ بودند، اما با وجود این آن حضرت صلی الله علیه و سلم پیشنهاد صلح دادند، پیشنهاد توافق دادند، آتش بس دادند. دیروز هم خواندیم که هر وقتی که شرایط جوری بود، شرایط طوری بود که جنگ به نفع مسلمانان نبود، کسی که در رأس مسلمانان هست میتواند تدبیر و جنگ را به پایان برساند، بکند تا که تلفات بیشتری متوجه مسلمانان نشود. اینجا عرض کردم قبلا مقدمه یهودی ها معاهده بسته بودن، یهود خیبر، که اگر اینها با شما حمله کردن ما به مدینه حمله میکنیم و اگر امن الهی هست آماده هستیم که با توافق و با صلح بکنیم. کانم از خدایشون چنین توافقی بود، از خدا میخواستن چنین توافقی بشه، چون اونها هم دل جنگ نداشتن، اونها هم پی شکست خورده بودند و جرأت نداشتند، لذا آماده شدند که نفس بسیار متکبرانه داشت، شرایط را به نفع خودشون پیشنهاد دادند. آن حضرت صلی الله علیه و را پذیرفتند، لذا نماینده خودشون تعالی عنه بود، سهیل را فرستادند از اسم ایشون و از نام ایشون که از ماده سهل گرفته شد، آن حضرت نیکفالی گرفتن برای اینکه خود ما را سهل میفرماید، کار آسان میفرماید. که آمد شرایط بسیار شرایط ناجور ظالمانه بود. مثلا یکی از شرایط این بود که امسال که آمدید احرام بستید، آماده عمره هستید، ولی امسال نه، امسال اجازه نمیدیم، امسال برگردید. شرایط سنگین‌تر بود، سخت‌تر بود، بالخصوص برای خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که آرزو داشتند، در خواب دیده بودند، از چند سال بود منتظر بودند. پس امسال اجازه ندارید. 4 از این به بعد این صلح البته تا 10 سال معاهده صلح بود. سال ما با نداریم، صلح داریم، اما از این به بعد اگر کسی از طرف ما گریخت، مسلمان شد، به طرف او را برگردانید. از طرف شما کسی به سوی ما آمد، ما بر نمی
این شرایط یک طرفه ظالمانه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مصلحت را در این دیدند و این را هم ما میدانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا هر انجام میده با وحی انجام میده. پروردگار انجام میده. صلی الله علیه و سلم پذیرفت. این شرایط بسیار سنگین بود، بسیار سخت بود برای بسیاری از افراد غیرتمند، افراد شجاع، افراد ایمان بسیار قوی داشتند، اما فقط به ظاهر نگاه می‌کردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چیزهایی از طرف خدا می‌دانست. لذا امثال سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه برای اینها خیلی سخت بود. اصلا قرار نداشت، آرامش نداشت. پیش حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رفت و دلش را خالی کرد. گفت آیا مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمودند که بله. آیا مگر مشرکان بر باطل نیستند؟ فرمودند بله. آیا اگر ما کشته بشیم شهید نمیشیم؟ قبول کرده، پذیرفته، ما چاره‌ای به جز تسلیم نداریم. بالاخره رسول الله پذیرفته، ما باید صبر بکنیم. جریان حدیبیه بسیار جریان سختی در زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، اما هر دو تبدیل شدن به دو تا از بزرگترین فتوحات، بزرگترین نصرت یاری خداوند. اول هجرت که رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شدن، خیلی سخت بود. کلماتی که در روایت می آید وقتی آن حضرت از مکه بیرون شدن و مکه را و در اون خطاب معلوم میشه چه بستگی، چه وابستگی، چه محبتی نسبت به مکه داشتن و با چه خون انسان متوجه میشه هجرت چقدر سخت بود. و دوم اینکه همون مکه را بعد از 6 سال آمدند که طواف بکنند و عمره به جا بیاورند، خانه خدا را زیارت بکنند، باز هم نگذاشتند. این هر دو سخت بود، اما این هر دو سختی تبدیل شد به بزرگترین نصرت و پیروزی از طرف الله عزوجل. لذا صبر کردند. بعد از اینکه قرار شد برگردند، خب باید خودشون را حلال میکردند، از احرام بیرون. خون حل کسی، چون صحابه احساساتی بودند، کسی حرف گوش نمی کند. ام سلمه رضی الله تعالی رسول الله حق دارند، اینا ناراحت هستند. خودتون برید تو میدان اول حلق بکنید، بقیه که ببینند بقیه هم این کار را خواهند کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از خیمه خارج شد، میدان حدیبیه سر مبارکش را حلق کردند. صحابه وقتی که مشاهده کردند ناامید شدند، یکی یکی آمدند و تمام سرهایشون را حلق کردند و دلی شکسته شمسیه را اما وقتی که سوار شتر شدند و راه افتادند یا هنوز راه نیفتاده بودند، این سوره از اول تا آخر بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد. خداوند مژده داد این صلح را
بسیار ظالمانه یک طرفی بود از سوی مشرکان، خداوند که این برای شما هست. پس مراد از انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح مکه نیست، فتح دیگر نیست. صلح حدیبیه تعبیر به فتح شده و در روایتی داریم که رسول الله از اعظم الفتوح است، از بزرگترین فتوحاتی که نصیب من و یاران من هست. اما اینکه حدیبیه چگونه فتح بود و چگونه به نفع مسلمانان تمام شد، خدمت شما این را هم عرض می کنم. اولا اون توطئه یهود که اونها با هم توطئه بسته نقش الله صلی الله علیه و سلم در یکم ذیقعده سال ششم به حدیبیه تشریف آوردن. بعد از ذیقعده ذیحجه هست، سال ششم دیگه تمام میشه، بعد از ذیحجه محرم سال هفتم شروع میشه. لذا بعد از اینکه با مشرکان که تا 10 سال ما با هم دیگه جنگ نداریم، خود به خود راه برای فتح خیبر هموار شد، مسیر برای فتح خیبر هموار شد. چون خیبر چیزی نبود، اونجا کسی را یهود نداشتن، اما مال زیاد بود. مسلمانان میتونستن با اون سرمایه خودشون را و سپاه خودشون را تقویت بکنند، از نظر اقتصادی وضعشون خوب بشه. پس اولین منفعتش اینه. همینجا در خیبر، در حدیبیه هنوز نرفتند، خداوند مژده اون فتح را داد. چون که الان که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بر اهل خیبر حمله بکند، اهل مکه دیگه نمیتونن، اهل مکه نمیتونن به مدینه حمله کنن. تازه عهد بستن، تازه پیمان بستن تا 10 سال به هم دیگه تعرض نکنند. بنابراین زمینه فتح خیبر فراهم شد. در اول همین سوره الله عزوجل مژده داد، مژده غنایم خیبر را دادند. و علاوه از این که مژده غنایم خیبر را دادند، خداوند فرمود اون غنیمت ها اختصاص به همین گروه دارد، به همین هایی که اینجا بودند. چون که قبلا خدمت شما عرض کردم منافقین در جنگ های همراه می شدن که اونجا امید غنیمت داشتن. در جنگ هایی که سخت بود و احتمال درگیری و مرگ و میر بود، تو اون جنگ ها نمی آمدن، بهانه می کردن. تو همین سوره می خوانیم که برای حدیبیه نیامدن، به مکه نیامدن، هیچ که از منافقین اینجا همراه نبود، همه اینها مسلمانان مخلص بودند. اما اونجا قطعا همراه می شدن و همراه هم شدن، اما خداوند فرمود نه، اون غنایم خیبر مال همین افراد، فقط همین گروهی که اینجا هست، غیر از اینا کسی نمیتونه اونجا همراه بشه. هر کاری کردن منافقین را اجازه ندادن که همراه بشند. دوم، زمینه دعوت اسلام فراهم شد. اینکه ما همیشه با کفار در جنگ و ستیز و درگیری که ایمان جبری باشد، ایمانی که بالاجبار باشد، نه از نظر خداوند اون مقبول و پسندیده است، نه برای ما اون پسندیده. لذا باید شرایط صلح باشد، شرایط باشد اونها ببینند و با اختیار خودشون اختیار بکنند. دومین فایده این شد که این شرایط جنگی و شرایط دشمنی تمام شد، رفت و آمد آغاز شد، داد و به مدینه برو، اهل مدینه به مکه برو، صحابه مکه و اهل مکه می آمدن مدینه پیش خویشاوندان برای تجارت، برای کارهای دیگه. وقتی که شد، نه تنها قریشی ها رفت و آمد را شروع کردند، بقیه اقوام، بقیه قبایل، اونهایی که
تابع بودند، اونهایی که در این معاهده همراه شدند. دیری نگذشت که اسلام و محبت در قلب همه جای گرفت، چون که صحابه لم تربیت شدگان رسول الله، تربیت یافتگان مکتب رسول الله چنان اخلاقی از خود نشان فرشته دارن. اینا چقدر خوبن، چقدر اخلاقشون خوبه، ما بی خود این همه سال با اینها دشمنی میکردیم. لذا یک محبت عجیبی در دلها شد و این محبت بیشتر از اسلام بفهمند. قبلا سرداران کفر و شرک سعی میکردن دشمنی ایجاد بکنند، سعی میکردن که درگیری ایجاد بکنند، تعصبات ایجاد بکنند. این تعصبات به نفع اونها بود، کسی دو عناد نمیتونه تحقیق بکنه. اما وقتی که شرایط صلح شد، شرایط رفت و آمد شد، بالاخره اونها با دید واقعی نگاه کردن. این وقت کی بود که میدیدی و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه، جماعت جماعت می آمان می شدند، تا اینکه در حدیبیه کسانی که در حدیبیه در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند 1400 نفر بودند، بعضی میگن 1500 نفر، ولی بیشتر گفتن 1400 نفر. 1400 نفر نتیجه دعوت رسول الله در این 19 سال گذشته است. 13 سال در مکه بودند، 6 سال هم در مدینه. بعد از 1400 سال، ببخشید، بعد از 19 سال آن حضرت صلی الله علیه وسلم با لشکری که 1400 نفر بودند آمدن به حدیبیه. مسلمانان مؤمن و مخلص هم اینها بودند، اگر تک و تو که باقی مانده بود همه آمده بودند، یا منافقین نیامدند. اما 2 سال بعد از اینکه مکه فتح شد، اون در سوره توبه هم میخوانیم که چرا مکه فتح شد، چون که مشرکین نتونستن پایبند بمانند. این صلح را، این معاهده را مشرکین نقض کردند، مشرکین از بین بردند. چون که نقض کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و مکه را فتح کردند. گناه اونها بود. ولی 2 سال بعد از اون اتفاق افتاد. در فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم با سپاهی و لشکری 10,000 نفری رفتند. یعنی شما ببینید 1400 نفر بعد از 19 سال، در ظرف این 2 سال جمعیت رسید به 10,000 نفر، چون فتح مکه در سال 8 بود و این هم در اواخر سال 6 هست. یعنی سال 6 تمام شده، سال 7 شروع شده، سال 7 سال 8 در ماه مبارک رمضان مکه مکرمه فتح شد با 10,000 نفر. پس قطعا این برکت صلح حدیبیه هست. این صلحی که صحابه اون را به ضرر خودشون میدانستند، الله عزوجل اینقدر برکات درش گذاشت. فقط یک عبارت ها زیاد هستن. یک عبارت امام زهری رحمه الله که ایشون استاد امام بخاری هستند، در رابطه با برکات این صلح و اینکه چرا این فتح مبین هست خدمت شما میخوانم. قال الزهری: لقد كان الحدیبیه اعظم الفتوح. حدیبیه همان گونه که رسول الله فرموده اعظم الفتوح است، بزرگترین فتح است. و ذلك ان النبي صلی الله علیه و سلم جاء الیها فی 1400.
به این دلیل که رسول الله به حدیبیه تشریف آوردند با لشکری 1400 نفر. فلما وقع الصلح، زمانی که صلح واقع شد، مشى الناس بعضهم فی بعض، نشست و برخاست شروع شد. و علموا و سمعوا عن الله، درباره خدا، درباره احکام خدا، درباره عقاید اسلامی، درباره دین از هم دیگه گفتن، شنیدند، یاد گرفتند. فما اراد بعد الاسلام الا تمکن منه، لذا هیچ کسی بعد از این اراده اسلام را نمیکن مگر در قلبش اسلام جا می گرفت، مسلمان می شد. فما مضت تلك السنتان الا والمسلمون جاءوا الى مکه فی 10,000. این 2 سال سپری نشد مگر در فتح مکه 10,000 نفر آمد. پس این هست برکات فتح. البته این را خدمت شما هم عرض کنم که این هم از برکات فتح بود و هم از برکات تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابه را همان گونه تربیت کرده بود که الله عزوجل میخواست. این اثر اخلاق صحابه، صداقت صحابه، تقوای صحابه، اکرام صحابه، راستی و درستی اونها در معاملات، در همه مسائل و امور باعث شد که اونها چنان متأثر بشند. لذا الله تعالی می فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا، همانا ما فتح کردیم برای شما فتح مبینا. فتح مبین فتح صریحی هست، روشنی هست. و فتح به معنی فیصله هم میاد، ما فیصله کردیم، فیصله روشنی. اون فیصله این هست که شما موفق شدید، شما پیروز شدید. خدای عزوجل به دنبال این فتح 4 چیز برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان می فرماید. 1. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. گرچه صبح هم درباره عصمت انبیا ما خواندیم، پیغمبر و پیغمبران از گناه معصوم هستند. بسیاری گفتند مراد از ذنب سوری هست، زلت، لغزش. صبح در بحث سیدنا آدم علیه السلام خواندیم که زلات انبیا وجود دارد. کاری که خلاف اولا باشد از سوی انبیا صادر میشه، اما گناهی که موجب ناراضی پروردگار باشه نه. اما بعضی دیگه گفتند که خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را هست، مراد صحابه هست. البته والمراد بالذم ما فرط من خلاف الاولا بالنسبه الى مقامه علیه السلام، خلاف اولا نسبت به مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعضی گفتن از قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین. تمام توجیهات را قبلا عرض کردم، اما بهترین توجیه به نظر میاد که همینه که اینجا خداوند چون خداوند داره پاداش های ذکر میکند، این پاداش ها هم برای رسول الله است هم برای صحابه. این پاداش اول است، این بیشتر زیبنده صحابه هست. چرا؟ چون رسول الله گناهی ندارد، از گناه پاک است. وقتی که ایشون از گناه پاک است، ایشون خطاب شدن، مراد اصحاب و یارانش هستند. و بعد اولین پاداش و جایزه اینه که این صلح بسیار سنگین تمام شد، بر دلها گران تمام شد. و وقتی که بر دلها گران تمام شد، چون که فیصله رسول الله بود، امر خداوند عزوجل بود، صبر کردند، حرکت دیگر از خودشون نشان ندادند. در مقابل این صبر خداوند گناهان گذشته و آینده را بخشید.
پس کسانی که در حدیبیه بودند اونها را خداوند گناهشون را بخشید و بعد از اینکه گناهشون را بخشید اعلام رضایت هم کرد. انشاءالله آیت رضوان را هم میخوانید در همین سوره. پس این لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، پاداش اول، انعام اول، جایزه اول در مقابل چی هست؟ در مقابل این صبر و شکیبایی که از خودتون نشان دادید و تسلیم فرمان ربتون شدید. نعمت دوم و یتم نعمته علیک، و نعمت خودش را خدای عزوجل بر شما تکمیل می کند. اون نعمت چیه؟ نعمت فتح هست. یعنی این اشاره بر این هست که این فتح، این صلح، این معاهده، این قرارداد وسیله نعمتهای دیگه میشه. اون نعمتهای دیگر یکی از اونها فتح هست، پیروزی هست. از این به بعد دشمنان شما خار و زبون میشند، شکست میخورند، شما پیروز میدان هستید. من جمله اون پیروزی ها فتح مکه هست، خیبر هست، غنایم خیبر، گرچه خیبر را خداوند بعدا تصریح هم میفرماید. و یهدیک صراطا مستقیما، این نعمت سوم هست. نعمت دوم جلب منفعت هست، نعمت سوم دفع مضرت هست. اونجا موفقیت است، یهدیک صراطا مستقیما نفع مغلوبیت است. یعنی خداوند عزوجل شما را به راه درست راهنمایی میکند. اون چه که درست است، اون راهی که درست است، اون معاهده و قراردادی که درست است، خدای تعالی اون را جلوی شما قرار میدهد. و بعضی گفتن و یهدیک صراطا مستقیما یعنی یثبتک علی الهدى، خداوند شما را بر هدایت ثبات عنایت می فرماید. و چهارم و ینصرک الله نصرا عزیزا. بعضی میگویند اینجا وقتی که منافقین دیدند که، چون منافقین اولا انتظار نداشتن مسلمانان یک نفرشون حتی برگرده، گفتند خودشون بردند، خودکشی هست، اونا میگفتن خودکشی کردند، خودشون را در دهان اژدها انداختند، رفتند تو خونه مشرکان تو شهرشان بدون هیچ نوع امکاناتی. قطعا یکی زنده بر نمیگرده. این هم گفتن، این آرزویشون هم بود، چنانچه میخوانیم آرزویشون هم همین بود، تمنایشون هم همین بود، همینو گفتند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کردند، پیمان بستند، برای 10 سال قرار شد که جنگی هم نباشه، تو این 10 سال دیگه کلی تقویت میشوند. وقتی که این پیمان بسته شد دیگه منافقان حرفی برای گفتن نداشتند. منافقان ملامت بودن، اما یه چیزی دیگه گفتن خب دشمن تنها اینا نیستند، دشمنهای بزرگی داری، ابرقدرت ها هستند، اونها دندان تیز کردن برای ما ها، ایران هست، روم هست، ما را نمیذارن که ما زنده بمانیم، ما را نمیذارن که ما برنامه های خودمون را به پیش ببریم. اینه که گفتند. در مقابل اونها خداوند فرمود و ینصرک الله نصرا عزیزا، خداوند شما را یاری می فرماید، چنان یاری کردنی که غالب باشید بر همه دشمنان شما غلبه پیدا کنید. خب این بشارت اول بود که به برکت این فتح، این فیصله، این صلح، خدای عزوجل 4 انعام به شما عنایت کرد. بشارت دوم خدای تعالی فقط این نعمتهای معنوی را عنایت نکرد، بلکه از نظر سکون و آرامش هم سکینه بر
قلب مؤمنان نازل فرمود. هو الذي انزل السكینة فی قلوب المؤمنین. الله آن ذاتی هست که انزل السکینه، نازل فرمود سکینه را در قلوب مؤمنان، نه در قلوب مشرکان، نه در قلوب منافقان. علت نزول سکینه چی هست؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تاکه بیفزاید خداوند، اضافه بفرماید ایمانی را بر ایمانشان. مراد از ایمان اینجا یقین هست، یقین هم جز ایمان هست. چنانچه نوشتن یقینا مع یقینهم برسوخ العقیدة و اطمینان النفس علیها. خداوند سکینه نازل فرمود تا یقینشون بیشتر بشه، باورشون بیشتر بشه. قبلا هم یقین داشتن، قبلا هم ایمان داشتن، ولی اضافه بشه. ولله جنود السماوات والارض. این جمله معترضه هست. عرض به خدمت شما که این جمله معترضه هم در جواب منافقان بود. منافقان می گفتن هنوز دشمنان قوی ما داریم، دلتون خوش نباشه. چنان دشمنان قوی هستند که دنیا از هیبت اونها می لرزد. الله در جواب فرمود ولله جنود السماوات والارض. خداوند دارد لشکریان آسمانی و زمینی. لشکریان آسمانی کی هستند؟ بنویسید ملائکه. لشکریان زمینی کی هستند؟ صحابه رسول الله بنویسید. خداوند دو نوع سپاه دارد، دو نوع لشکر دارد. اونایی که آسمان هستند ملائکه هستند، فرشتگان هستند. اونایی که در زمین هستند مؤمنین هستند، مخلصین هستند، یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. و کان الله علیما حکیما. خداوند علیم هست، هر چیز را میداند و کارهای پروردگار همراه با حکمت است. خدا هر کاری میکند از روی حکمت میکند. انسان از حکمت بیخبر است، انسان ظاهر را نگاه میکند. لذا بعدا متوجه شدیم و متوجه شدند که چه حکمتی تو این کار بود. و کان الله علیما حکیما. فیصله میفرماید از روی علم و از روی حکمت. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این ثمره سکینه هست، نتیجه سکینه است. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. الله سکینه را در قلوب مؤمنین نازل فرموده. نتیجه سکینه میشه لیدخل المؤمنین، مؤمنین را با اطاعت، با این توفیق طاعت و بندگی و اطاعت پروردگار داخل میگرداند. هم مردان مؤمن و هم زنان مؤمن را در اون جناتی که اوصاف جنات در قرآن آمده، تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. از زیر اون جنات درختانش، قصورش، نهرها جاری هست، همیشه در آن جنات ماندگارند. و یکفر عنهم سیئاتهم. خداوند سیئات اونها را و خطاهای اونها را و لغزشات اونها را هم کفاره می فرماید، محو می فرماید. و کان ذلك عند الله فوزا عظیما. این پیش خداوند عزوجل فوز بسیار بزرگی هست، کامیابی بسیار بزرگی هست. و کان ذالک یعنی چه؟ بعضی گفتن این ورود به بهشت، بعضی گفتن این کفاره سیئات و تکفیر سیئات. هر دو میتونه باشه. این که خداوند سیئاتشون را تکفیر میفرماید و وارد بهشتشون میگرداند، این فوز بسیار بزرگی هست، موفقیت بسیار بزرگی هست. هیچ موفقیت از این بزرگتر نمیتونه باشه. و نه تنها خداوند مؤمنین را نجات میده و به بهشت میبرد، دشمنانشان را، بدخواهانشان را، این منافقانی که هر لحظه در انتظار هستند که برای مسلمانان مشکلی پیش بیاد، اونها را خدای تعالی
عذاب میده، مشرکان را خدای تعالی عذاب میده. و یعذب المنافقین والمنافقات، و تا اینکه عذاب بده خدای عزوجل مردان منافق و زنان منافق را، والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک و زنان مشرک را. کدوم مشرکین و مشرکات؟ کدوم منافقین و منافقات؟ الظانین بالله ظن السوء، آنهایی که گمان دارند نسبت به خدا گمان بد دارند. ببینید گمان ها متفاوت و گمان ها هم مختلفه. مثلا یکی از گمان ها و ظن سوء مشرکان چی هست؟ شریک برای خدا، همسر برای خدا، فرزند برای خدا، نائب و معاون برای خدا. این از گمانهای بد هست. این هم میتونه تفسیر باشه، اما چون اینجا بحث جهاد هست، بحث حدیبیه هست، گمان دیگری که منافقان داشتند اینه که اینها هیچی که جان سالم در نمیبرند. گویا نسبت به خدا گمان بد داره که بندگان خودش را رها میکند، خدای عزوجل بندگان خودش را تلف میکند. این بندگانی که در تمام زندگی خودشون با اخلاص برای خدا هم هجرت کردند، هم جهاد کردند، هم تلاش کردند، زحمت کشیدند، خداوند اونها را ضایع نمی فرماید. لذا اینهایی که گمان داشتن نسبت به خداوند گمان بد را با این سکینه، با این نجات عذاب میده. علیهم دائره السوء، لذا بر آنان است مصیبت بد، مصیبت دنیا مراد هست، مصیبت های دنیا بر خودشون بادا. گویا خداوند دعا می کند و مصیبت را می فرستد به سوی آنها. و غضب الله علیهم، این علیهم دائره السوء ثمره دنیوی هست، ثمره اخروی. و غضب الله علیهم، خداوند بر آنها غضب فرموده. و لعنهم، و آنها را مورد لعنت و نفرین قرار داده. و اعد لهم جهنم، برای آنها جهنم را مهیا فرموده. و ساءت مصیرا، اونجا مذمت، اونجا تعریف بهشت بود. و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، این مذمت جهنم هست. و ساءت مصیرا، جای رجوع بسیار بدی هست جهنم. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. خداوند عزوجل اون جمله را که فرمود ولله جنود السماوات والارض، اینجا تکرار می فرماید. اما هر جا این جمله برای یک هدفی ذکر شده. اونجا در مقابل منافقان و گفته منافقان که اونها گفته ابرقدرت ها هنوز هستند، اونها برای ما مشکل ایجاد میکنه، اونجا خدا جواب داد ولله جنود السماوات والارض. اما اینجا که میفرمای ولله جنود السماوات والارض، این مقدمه تشویق برای جهاد است. یعنی مجاهدان وقتی که بپا خیزن برای جهاد و قیام کنن برای جهاد، شکست نیست، شکست نمیخورن، چون خداوند لشکریانی دارد که هم در آسمان ها هستن و هم در زمین. در آسمان ها ملائکه و در زمین مؤمنین. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزیزا حکیما. فقط و فقط برای الله است لشکریان آسمانی و زمینی، اما خداوند بدون این لشکریان هم غالب است. وكان الله عزیزا، خدا غالب است. بدون بندگان خودش خداوند میتواند با یک کن دشمنان خودش را نابود بگرداند، اما حکیم است. حکمت جهاد را قبلا هم خواندیم. خداوند حکیم هست. خداوند خودش وارد میدان نشده، دشمنان خودش را با کن نابود نمی کند. خدای تعالی بندگان خودش را میخواد بیازماید، میخواد امتحان بکند. به اونها دستور میده شما بجنگید، شما جهاد بکنید، این مدال را، امتیاز را شما کسب بکنید.
رضایت خدا را به وسیله جهاد شما حاصل کنید، موفقیت مال شما باشد. پس اینکه خداوند خودش دشمنان خودش را نابود نمیگرداند و به مؤمنان دستور میده که جهاد بکنند، حکمت ها دارد. عرض کردم جهاد یک حکمت و فلسفه نه، ده ها دارد. و قبلا هم این نکته را یادآوری کردم، دوباره عرض میکنم که هیچ وقت نباید مسلمانان نسبت به امور دینی بی تفاوت باشند. مشکلاتی اگر در جامعه ما هست، فساد هست، معاصی هست، گناه هست، بیبندوباری هست، ظلم هست، نباید فقط به دعا بسنده کنند، نباید بگویند خدا خودش درست کند. نه، خدا حکیم هست، خودش میتونست، هم عزیز هست میتونست درست بکنه، هم حکیم هست، خودش درست نکرده برای من و تو گذاشته، برای من و شما گذاشته که من و شما درست کنیم. پس هر وقتی که آشفتگی در جامعه وجود دارد، گناهش متوجه مسلمانان هست، برمیگرده به مسلمانان که فعالیت نمی کند. و کان الله عزیزا حکیم. حال فرائض رسول الله، چون مقدمه جهاد بود ارز کردم، فرائض رسول الله و فرائض شاگردان رسول الله بعد از این بیان میشه. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را در میان اینها فرستادیم تا که شما بیان کنید حق را. شاهدن یعنی بیان کننده باشید. شاهد را شاه عبدالقادر رحمه الله نوشتن، یعنی بیان کننده از طرف خدای عزوجل مطالب را به ایشان برسانید و ضمن اینکه بیان میکنید و مبشرا، اونهایی که تسلیم میشن، اونهایی که میپذیرن دعوت شما را، اونها را مژده بده، و نذیرا، اونهایی که نمیپذیرن اونها را بترسان، بیم بده از عذاب خدا. اما شما مسلمانان در مقابل این شاهد و مبشر و نذیر وظیفه شما چی هست؟ بعد از وظایف الرسول، وظایف مؤمنین یا فرائض امت. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فرائض امت اول ایمان هست، ایمان به خدا و رسولش. اینها از حقوق رسول الله هم هستند، هم حقوق رسول الله اینجا بیان شده، هم حقوق الله بیان شده. اول ایمان به خدا، ایمان به توحید، ایمان به خالق، و بعد ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و تعزروه و توقروه، و ایشون را یاری کنید. تعزروه، او را یاری کنید، نصرت کنید. و توقروه، تعظیم کنید، احترام کنید. چه کسی را؟ درباره مرجع این ضمیر، این دو تا ضمیر اختلاف است. خب آخری مشخصه. تسبحوه بکرة و اصیلا. صبح و شام کی را تسبیح میگوییم؟ پاکی کی بیان میکنیم؟ الله. تسبحوه ضمیر برمیگرده به طرف الله، چون قبلا هم ذکر الله هست هم ذکر رسول الله است. لتؤمنوا بالله و رسوله. لذا دو ضمیر دیگر بسیاری میگویند که هر دو ضمیر، هر سه ضمیر به طرف خدا هستند. چون اگر ما دو تا را به طرف رسول الله راجع بکنیم، یکی را به طرف خداوند، میشه انتشار ضمایر. ضمایر یکی این طرف، یکی اون طرف، یکی به طرف رسول الله، یکی به طرف الله. مقداری این از نظر عربیت هم مشکل پیدا میشه، مخل میشه در فهم مراد. لذا
اینها اینطور ترجمه و تفسیر میکنند، اینهایی که میگن هر سه تا ضمیر به طرف الله است، تا که شما ایمان بیاورید به خدا و رسولش و تعزروه، دین خدا را یاری کنید. یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله، معناه تقوّوا دینه و رسوله، دینش را یاری کنید. و توقروه یعنی تعظموه، عظمت خدا را، بزرگی خدا را، کبریایی خدا را بجا بیاورید. و ما قدر الله حق قدره، ای ما عظم الله حق عظمته. پس و توقروه، عظمت او را بدانید، و تسبحوه، پاکی او بیان کنید صبح و شام. پس هر سه تا ضمیر به طرف خداوند. اما بعضی گفتن نه، دو ضمیر اولی الان عبارت علامه قاضی ثناءالله پانیپتی و نظریشون را میخوانم. ایشون میفرماید امام بغوی گفته که این دو ضمیر تعزروه و توقروه به طرف رسول الله و تسبحوه بکرة و اصیلا به طرف خداوند. معنی چی میشه؟ تا که شما مؤمنین ایمان بیاورید به خدا و رسولش و تعزروه و اون پیغمبر را یاری کنید، در جنگ ها در کنارش باشید، و توقروه با اون محبت کنید، احترامش داشته باشید، و تسبحوه بکرة و اصیلا، و تسبیح خداوند بگوید صبح و شام. لذا بغوی وقتی که این را گفته ضمیر تعزروه و توقروه راجعان الى رسوله و ضمیر تسبحوه الى الله تعالی، علامه زمخشری روی این اعتراض کرده، گفته این خوب نیست. چرا؟ چون انتشار ضمایر پیدا میشه، مخل فصاحت، مخل فهمه. واستبعده الزمخشری، هم مخل فصاحت هم مخل فهمه. هر چی که مخل فهم باشه اون دیگه مخل فصاحت هم است. واستبعده الزمخشری لکونه مستلزما لانتشار الضمائر، چون که موجب میشه که یک ضمیر یک طرف، یک ضمیر یک طرف. اما خود علامه قاضی ثناءالله در پایان میگه از نظر من این اشکالی ندارد. ببین در صورتی این انتشار ضمائر مشکلی ایجاد میکرد که مخاطب نمیدونست که این ضمیر کجا میره اون ضمیر کجا میره. اما اینجا اوصافی بیان شده که هر کی میدونه این لایق رسول الله است، این لایق خداوند است. هر کی میدونه یاری کردن برای رسول الله، تعزروه، توقروه، احترام گذاشتن برای رسول الله، و تسبحوه بکرة و اصیلا، تسبیح برای خدا. پس وقتی که قرینه وجود دارد انتشار ضمائر باشد هیچ اشکالی ندارد. قلنا لا بأس به عند قیام القرینه و عدم اللبس، وقتی که قرینه هست و خطر التباس نیست هیچ اشکالی ندارد. والله اعلم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، خداوند ترغیب دادند به سوی جهاد و مراد از این بیعت بیعت الرضوان هست. خداوند تعالی می فرماد آنهایی که با شما بیعت کردن زیر اون درخت، در واقع اونها با خدای خودشون بیعت کردند. بیعت با رسول الله بیعت با خداست، همونطور که اطاعت رسول الله اطاعت خداست، نافرمانی رسول الله نافرمانی خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، همانا آنهایی که با شما بیعت میکنند در واقع آنها بیعت میکنند با خدا. ید الله فوق ایدیهم، بالای دست اونها دست خداست، یعنی تایید خدا بر این بیعت است. فمن نکث فانما ينكث على نفسه، وقتی که این بیعت چنان اهمیت پیدا می کند، نقض این بیعت، شکستن این پیمان هم خیلی سنگین است. هر کسی که این بیعت را بشکند و بهش عمل نکند، چون بیعت بر جهاد است، تا جان در
بدن داریم، تا نفس در بدن داریم برای دین خدا می جنگیم، از حریم رسول الله دفاع می کنیم. خب این بیعت بود، این مفاد بیعت است. پس هر کسی که نقض بیعت کرد نکس علی نفس ینکث علی نفسی، خدا ضرر نمی کنه، خودش ضرر می کنه. و من اوفا بما عاهد علیه الله، هر کسی وفا کرد به آنچه که عهد کرده با خدای عزوجل. اینجا وقتی که با رسول الله عهد کردی، با خدا عهد کردی. با خدا که عهد کردی اگر وفا به عهد کردی، فسیؤتیه اجرا عظیما، ان قریب خدا او را میده اجر بسیار عظیم. اجر عظیم خدا میده، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا به وسیله فتوحات و غنائم و شکست دشمن و هلاکت اعدا، چنانچه همه اینها محقق شد. در آخرت روح و ریحان و جنات نعیم، اون را هم الله اعلام فرمود. خب پس تا اینجا بحث مخلصین بود، صحابه بود، یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینها گروه مهاجرین و انصار همه بودند. از سیقول لك المخلفون، زجر و توبیخ است بر منافقان. بر منافقان که منافقان اولا فکر نمی کردن رسول الله برمیگرده، الان که دیدن برمیگرده داشتن برای خودشون جواب و توجیه و بهانه آماده می کردند. خدای تعالی پیشا پیش به پیغمبرش خبر داد، عرض کردم این آیات در مسیر نازل شدند، هنوز به منافقان نرسیدند. سیقول لك المخلفون، ان قریب خواهند گفت به شما مخلفون. مخلفون یعنی اونهایی که عقب نگه داشته شدن، پشت سر نگه داشته شدن، یعنی خدا توفیقشون نداد که در این جهاد شرکت کنند، در این معرکه شرکت کنند. چه خواهند گفت؟ شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا، ما را مشغول کرد مالهایمان، اهل و عیالمان، ای پیامبر فاستغفر لنا، برای ما از خداوند مغفرت بطلب، برای ما بخشش بخواه، خدا ما را ببخشد که ما با شما همراهی نکردیم. الله می فرماید یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینها به زبانشون میگویند اون چیزی که در دلشون نیست. این در دلشون چی نبود؟ این که میگفتن فاستغفر لنا، برای ما از خداوند مغفرت بخواه. نه، اینا خودشون را گناهکار نمیدونستن که مغفرت بخواند، این را به دروغ میگفتند. پس از ته دل فاستغفر لنا نمیگویند، به ظاهر میگویند. خیلی افراد هستن اعتقادی ندارن، میان بگن برای ما دعا کنه، اعتقادی به دعا تو نداری. لذا این یه چیز ظاهری هست، هدف چیزی دیگه هست. بنابراین پس در دلشون این فاستغفر لنا نبود، این فقط با زبان میگن ما لیس فی قلوبهم. قل فمن یملک لكم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. خداوند رد می فرماید این ادعا را. شما اگرچه معتقد نیستید، اما اگر خداوند برای شما ضرری را مقدر بفرماید، مصیبتی را مقدر بفرماید یا خیری را، چه کسی مالک هست؟ مالک دفع ضرر یا جلب خیر غیر از خدا کسی نیست. قل فمن یملک لكم من الله شیئا، چه کسی مالک است برای شما سوی خداوند چیزی، نفعی یا دفع ضرر. ان اراد بكم ضرا، اگر اراده بفرماید برای شما ضرر و آسیب را، او اراد بكم نفعا، یا اراده بکند برای شما نفع و سود را، چه کسی میتوند جلوش را بگیرد؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا.
این بل تفسیریه هست. خداوند به اون چی که شما عمل میکنید خبر دارد. شما که نفاق در دل دارید هم خدا خبر دارد. به پیغمبر چیزی میگویید که در دلتون نیست، از خدا برای ما مغفرت بخواه. نه، شما اصلا خودتون را گناهکار نمیدانید. اصلش اینه که شما این را تخلفی نمیدانید. این که پشت سر ماندید و با پیغمبر نرفتید، این را برای خودتون گناهی جرمی نمیدونید، تخلفی نمیدانید. شما چرا نرفتید؟ به این دلیل نرفتید که شما فکر نمیکردید پیغمبر برمیگرده. الان خداوند اون چیزی که در دلشون هست اون را اظهار میفرماید. شما اصلا فکر نمیکردید پیغمبر برمیگرده، مؤمنان برمیگردند. فکر میکردید همه اینها اونجا قلقم میشند و نه اینکه چنین فکری میکردید، همین آرزو را هم داشتید، همین تمنا را هم داشتید. شما تو دلتون خوشحال بودید، جشن برای جشن خودتون را آماده میکردید که اینها رفتن بر نمیگردند. الان چرا به دروغ اظهار میکنید که ما پشیمانیم، یا اظهار میکنید که برای ما مغفرت بخواه؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم، بلکه شما می پنداشتید اینکه هرگز بر نمیگردد رسول و مؤمنان پیش اهل و عیالشان هرگز. و زین ذلك فی قلوبکم، و آراسته شده بود این چیز در دلهای شما، یعنی همین تمنا هم در دلهای شما زیبا قرار گرفته بود. فکر میکردید دیگه حتما پیغمبر و مؤمنان بر نمیگردن. و ظننتم ظن السوء، و شما گمان بد داشتید. گمان بد نسبت به پروردگار. گمان بد اینه که خداوند پیغمبرش را کمک نمی کند، العیاذ بالله. خداوند خلف وعده می کند، چون خدا گفته بود من یاری می کنم پیغمبرم را. یا گمان بد داشتید که ان الرسول کاذب. نه، این تمام گمانهای شما باطل ثابت شد، غلط ثابت شد. و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا، شما هستید قوم هلاک شده. یعنی به دلیل این همه خیانتهای کفریه شما در ورطه هلاکت هستید، در شرف هلاکت هستید. حال خدای تعالی ضمن اینکه منافقین را تهدید می کند، باز هم در توبه را باز می گذارد، تشویق می فرماید برای ایمان آوردن، تشویق می فرماید برای توبه کردن. اگر توبه نکردید، اگر ایمان صادقانه و مخلصانه نیاوردید، خودتون را برای عذاب جهنم هم آماده کنید. و من لم یؤمن بالله و رسوله، هر کسی ایمان نیاورد به الله و رسولش، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، او کافر است و ما آماده کردیم برای چنین کافرانی آتش جهنم را. سعیر اون آتشی را میگن که شعله میزند، برای چنین کافرانی آماده کردیم. ولله ملک السماوات، این علت است، این دلیلش است، چون پادشاهی مال خداست، قدرت از آن الله است، تصرف در اختیار الله است. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، می بخشد هر کسی را که بخواهد، عذاب می دهد کسی را که بخواهد. و کان الله غفورا رحیما، این ترغیب توبه هست. اما اگر توبه بکنید، اگر از کرده خودتون نادم و پشیمان بشید، به خدا برگردید، و کان الله غفورا رحیما، خدا میبخش. نه تنها اینکه میبخشه گناهان گذشته تون را، رحیما بر شما مهربان رحم میفرماید، چنان لطف و مهربانی میکند که خودتون هم تصور و فکرش را نمیکردید.
خب پس تا اینجا زجر بر منافقان بود که این منافقان بهانه میارند، به دروغ میگویند ما را ببخشید، برای ما از خدا بخشش بخواهید. خدای تعالی اون چیزی که در ته قلبشون بود و در درونشون بود اون را اظهار کردند. الله فرمود که بی خود شعار ندید، بی خود ادعا نکنید، شما اصلا اعتقادی نداشتید، شما فکر نمی کردید پیغمبر بر میگرده، شما آرزو داشتید که بر نگرده، ولی خدای عزوجل پیغمبرش را و بندگانش را یاری و نصرت فرمود. لذا اگر توبه نکنید عذاب جهنم برای شما آماده است. خب عرض کردم که بعد از جریان حدیبیه خداوند مژده داد، جلوتر میآید وعدکم الله و مغانم کثیرة تأخذونها، مژده دادند که بعد از این غنایمی خداوند به شما عنایت میکند. اون غنایم خیبر بود که الان که با مشرکان پیمان بسته شد، فتح خیبر و آزادی خیبر آسان، زمینش و راهش همواره، ولی منافقان میدانستند که اینجا 100% پیروزی هست. به این خاطر گفتن که ما با شما میاییم. خداوند دستور داد هرگز، خدا دستور داده، فیصله کرده که شما نیایید. منافقان میگفتن شما با ما حسادت دارید، شما نمیخواید چیزی به ما برسد. الله تعالی فرمود که این حرف را، این جمله را از روی نفهمی میگویند. فرمان خدا از فرمان خدا باید اجرا بشه. خدا اجازه نداده یک نفر حتی منافق در جنگ خیبر همراه بشه، همونطور که یک نفر در حدیبیه همراه نبود، در بیعت الرضوان همراه نبود، در اون جریان هم نباید همراه بشه. لذا هنوز این اتفاق نیفتاده، پیشا پیش خداوند پیشگویی میفرماید. سیقول المخلفون، ان قریب خواهند گفت مخلفان، اونهایی که عقب انداخته شدند، عقب نگه داشته شدند، یعنی اونهایی که توفیق نداشتن با شما بیان، پشت سر ماندند. چه خواهند گفت؟ اذا انطلقتم الى مغانم، زمانی که شما بروید به سوی غنایم خیبر بروید، لتأخذوها، تا که اون غنایم را بگیرید. به شما چه خواهند گفت؟ مقوله اون قول، ذرونا نتبعکم، ما را بذارید ما دنبال کنیم شما را، ای پیامبر بذار که ما با شما بیاییم. الله می فرماید یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخواهند که وعده خدا را و فیصله خدا را تغییر بدند. فیصله خدا چیه؟ فیصله خدا اینه که اینا نباید همراه بشند، در خیبر یک منافق هم همراه نشه. خدا فیصله کرده، اینها با این خواسته خودشون میخوان فیصله خدا را تغییر بدند. قل لن تتبعونا، ای پیامبر به اونها اعلام کن در آینده هرگز شما در این معرکه خیبر ما را دنبال نمی کنید. کذالکم قال الله من قبل، این گونه خداوند قبل از این گفته، فیصله فرموده، دستور داده، دستور خداست، شما نباید با ما بیایید. اما چه اعتراض میکنند؟ چی خواهند گفت؟ فسیقولون بل تحسدوننا، ان قریب خواهند گفت که واقعیت اینه که شما با ما حسادت دارید، شما نمیذاری یه چیزا که گیر ما هم بیفته، چند درهم و دینار به ما هم برسه. این حرف را میگویند تا که شما همراهشون ببرید، اما واقعیت اینه بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، اینها نمیفهمند مگر اندک، یعنی نه درک نداره، نه شعور نداره، اینقدر نمیفهمند که خدا گفته نباشند باید نباشند، دستور خدا باید اجرا بشه. نه، شما اجازه ندارید اینها را با خودتون ببرید. بنابراین رسول الله فرمود یک نفر هم از شما همراه نباشه. فقط اصحاب حدیبیه همراه شدند، اونها رفتن به طرف خیبر، خدای تعالی غنایم خیبر را بهشون عنایت فرمود.
قل للمخلفین من الاعراب. اینجا یه پیشنهادی خداوند دادند به همین مخلفین، به همین منافقینی که پشت سر ماندند. از به خدمت شما خداوند فرمودند در خیبر شما همراه نیستید، اما اگر توبه میکنید، اگر برمیگردید به خدا، در آینده جنگ های سختی با مردان جنگجو اتفاق میفته، درگیری های شدیدی خواهد شد. شما تو این درگیری ها شرکت کنید. اگر راست میگویید، مخلص هستید، تو اون درگیری ها شرکت کنید، تو اون جنگ ها شرکت کنید. خب قل للمخلفین، اول یه خط را ترجمه کنیم، بعد قل للمخلفین، شما بگویید به کسانی که پشت سر نگه داشته شدند، عقب رانده شدند، عقب مانده شدند، من الاعراب، از دهاتی ها اطراف مدینه، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب شما فرا خوانده می شوید به سوی قومی که دارای جنگ شدید است، یعنی سخت جنگجو هستند، مردان تنومند و جنگجو شما را فرا می خوانند که شما بیایید با این جنگجویان جنگ کنید. تقاتلونهم او یسلمون، باید با اونها بجنگید. تقاتلون او به معنی الی ان هست، الی ان یسلمون، تا اینکه اونها تسلیم بشند. شما باید اطاعت کنید. آیا اون وقت معلوم میشه که شما واقعا برگشتید، پشیمانید، نادم هستید، یا نه بلوف میزنید؟ از به خدمت شما که مراد از قوم اولی بأس شدید کیه؟ بسیاری گفتند که منظور از این اهل طائف هستند و اهل طائف و حنین هستند که بعد از فتح مکه در سال 8 هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را فتح کرد، یا قبائل حوازن و ثقیف که در همین سال در حنین با اونها رسول الله جنگیدند. پس اونها را خداوند جنگجویان میگوید، چون واقعا خیلی سخت جنگیدند. اونجا وقتی که رفتم بعد از فتح مکه، مکه با 10,000 نفر فتح شد. بعد از فتح مکه رسول الله به طرف حنین رفت، 12,000 نفر شدند، چون کسانی که در مکه ایمان آوردن هم رفتن باشون. 12,000 نفر بودند، اما اونها چنان تاکتیک بلد بودند، چنان سنگر کرده بودند، چنان غافلگیر کردن مسلمانان را که مسلمانان 12,000 نفر بودن، اونا خودشون 8,000 نفر. ابتداً از هر طرف تیرها بر مسلمانان می آمد که مسلمانان پا به فرار گذاشتند، میدان را خالی گذاشتند. رسول الله با چند نفر در میدان ماند، تا اینکه عباس رضی الله تعالی عنه از طرف رسول الله صدا زدند همه برگردید، دوباره اینها شکست خوردند. پس جنگ سختی بود، خیلی اونجا کشته شدند و غنایم هم بیشماری به دست آمد. چنان غنایم زیاد بود که به هر نفر از این نو مسلمانان خدا به یک نفر، پیغمبر به یک نفر 100 تا شتر میداد، به یک نفر 100 شتر. اینقدر غنیمت زیاد به دست آمد. ولی در این جنگ بسیاری از همین منافقان توبه کردند، همراه شدند و شرکت کردند. بعضی هم شهید شدند، بعضی ها خداوند ایمان را برایشون مقدر کرد، موفقیت را برایشون مقدر کرد، شهید شدند. چنانچه علامه آلوسی گفته ان الذين غزوا بعد لم يغزوا حتى اخلصوا، کسانی که بعداً جنگیدند در کنار رسول الله نجنگید، حتی با اخلاص جنگیدند. حتی اخلصوا ولم يبقوا منافقین، اینها منافق نماندند، همه مخلص شدند.
پس این قول اول که اولی بأس شدید اهل خیبر هستند، ببخشید اهل حنین هستند، قبائل ثقیف و حوازن هستند و اهل طائف که اینا بعدا گریختن در طائف هم درگیری شد. اما قول دوم اینه که این جنگجویان سخت و شدید بنو حنیفه هستند، اهل یمامه، لشکر مسیلمه کذاب که مسیلمه ادعای پیغمبری کرد، ادعای نبوت کرد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما بعد از رسول الله جنگ‌های بین سپاه مسیلمه و سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که خلیفه شدند اتفاق افتاد. جنگ یمامه مشهور است، میگویم بیش از 100,000 نفر اونجا کشته شدند و بعضی میگن 30,000 نفر کشته شدند. خیلی جنگ شدیدی بود جنگ یمامه. خیلی از منافقین توبه کرده بودند، در جنگ یمامه در کنار ابوبکر صدیق بوده، اینجا شهید شدند. لذا اولی بأس شدید اهل یمامه هستند، لشکر مسیلمه کذاب، تا اینکه آخر خود مسیلمه کشته شد. خیلی صحابه هم شهید شدند. خود مسیلمه کشته شد، لشکرش تار و مار شد و فرار کردند یا مسلمان شدند، توبه کردند. قال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة بن الكذاب. چنانچه رافع بن خدیج میگه قال رافع بن خدیج كنا نقرأ هذه الآية، این آیه رو ما همیشه میخواندیم که قوم اولی بأس شدید کیه ولا نعلم من هم، نمیدونیم اینا کی است. حتی دعا ابو بکر الصدیق الى قتال بنی حنیفه، ابو بکر رضی الله تعالی عنه به جنگ بنی حنیفه ما را فراخوان، فعلمناهم انهم هم، وهذا قول اکثر المفسرین ورجحه البیضاوی. قول اکثر مفسران همینه، بیضاوی هم همین را ترجیح داده که منظور از این سپاه یمامه هست. و قول سوم که حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید، عطا، مجاهد، ابن جریج، همین هم اهل الفارس، این قوم اولی بأس شدید فارسی ها هستند، ایرانی ها هستند که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جنگ با اونها در گرفت، اتفاق افتاد و اونها شکست خوردند. پس ببینید اگر مراد سپاه یمامه باشد، گویا خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با اشاره این آیه مورد تایید است، چون خداوند دستور میده در اون روز سخت شما در کنار مسلمانان بایستید. پس این گروه مسلمانان، این سپاه مسلمانان، این لشکر مسلمانان، این خلیفه مسلمانان مورد تایید الله است که منافقان را میگه اگر توبه کردید با اونها باشید. و اگر مراد اهل فارس باشند، اهل فارس باشند، ایرانی ها باشند که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جنگ با اونها در گرفت و اتفاق افتاد، گویا خدای تعالی اون لشکر را، اون سپاه را، اون خلیفه را، اون جهاد را تایید میفرماید، مورد تایید قرآن هست. و بعضی میگه همه اینها اولی بأس شدید هستند، چه اهل حوازن باشند حنین، چه اهل یمامه باشند، چه اهل فارس باشند. علی ای حال خداوند میفرماید ای مخلفین، ای کسانی که پشت سر مثل زنها تو خونه ها نشستید، اگر راست میگویید وقتی که فراخوان میشه برای جهاد در اون زمان همراهی کنی با بندگان من. قل للمخلفین من الاعراب، به اون کسانی که پشت سر و عقب ماندن از اعراب، از دهاتی ها، به آنها بگو ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، عن قریب شما فراخوانده می شوید به سوی قومی که دارای جنگ شدید هست، خیلی سخت جنگجو هست. تقاتلونهم او یسلمون، شما با اونها می جنگید الی ان یسلمون،
تا که تسلیم بشن. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرا حسنا، اگر شما اطاعت کردید از این فرمان خدا، خدا به شما میدهد اجر نیکو، اجر زیبا، یعنی بهشت. بهشت در آخرت و در دنیا خلافت. وَإِن تَتَوَلَّوْا كما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما، اگر در اون روز هم پشت دادید، روی گردانی کردید، کما تولیتم من قبل، همان گونه که روی گردانی کردید قبل از این در حدیبیه، اگر اون روز هم روی گردانی کردید، ترسیدید، یعذبکم عذابا الیما، خدا شما را عذاب میده، عذاب دردناک. این عذاب دردناک چیه؟ جهنم هست که برای شما آماده و مهیا هست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. وقتی که خداوند درباره اون روزها فرمودند که اون روزها در پیش از همه شما فراخوانده می شوید، فراخوان عمومی میشه، خود به خود این سوال پیش میاد که خیلی از افراد هستن که نمیتونن در جهاد شرکت کنن، تکلیف اونها چی میشه؟ اینجا خداوند معذورین را مستثنا فرمودند، حکم معذورین مستثناست. لیس علی الاعمى حرج، اون کسانی که معذور هستن مثل کسانی که نابینا هستند، اعما هستند، بر اعما حرجی نیست، بر نابینا حرجی نیست. ولا علی الاعرج حرج، اون کسی که اعرج هست، لنگ هست، می لنگد، پایش معذور هست، بر او حرجی نیست. ولا علی المریض حرج، و بر مریض هم حرجی نیست، کسی که بر رخت خواب بیماری افتاده اون هم مستثنا است، اون هم معذور هست، اینها استثناء هستند. و من یطع الله و رسوله، اون چیزی که مهم است اطاعت خدا و رسول. این تعمیم بعد از تخصیص است. اول دستور خاصی صادر شد یعنی جهاد، حال بعد از جهاد همه احکام، همه دستورات پروردگار. و من یطع الله و رسوله، هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را، هر کسی باشد، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، خداوند داخل میگرداند او را در جناتی که جاری هست از زیر درختان و قصورش نهرها. و من یتولی، این نتیجه پشت دادن است، نتیجه تولی هست، نتیجه ترسیدن و کوتاهی در امر جهاد است. هر وقتی که شرایط جهاد فراهم می شود، این نکته را خوب به یاد داشته باشیم، ترسو و بزدل نباشیم. حب دنیا ما را بزدل کرده. هر وقتی که شرایط جهاد فراهم میشه و کسی که در رأس مسلمانان هست، چه امیر مسلمانان چه علماء مسلمین، به این نتیجه میرسند که باید جهاد بشه، باید با دشمنان جنگید، باید نگذاشت که دشمنان بلاد اسلامی را اشغال بکنند و تسخیر بکنند، لذا مسلمان باید به پا خیزد. اون وقت مسلمان باید به پا خیزد و هر کسی اگر زندگی خودش را دوست داشت و گفت که نه، من نمیخواهم آسیب ببینم، نمیخواهم که گرفتار مشکلات بشم، اون وقت این اعراض است، این تولی هست. قطعا این انسان و این نوع انسان ها با این تفکرات به عذاب دردناکی مبتلا می شوند. یکی از دلایلی که در بسیاری از بلاد مسلمانان این مشکلات را داریم، عذاب سخت را دارن تحمل میکنن، شکنجه را دارن تحمل میکنن، ذلت و پستی را دارن تحمل میکنن، دلیلش ترک جهاد است. لذا خداوند وعید فرموده کلا درباره آینده هست، و من یتولی یعذبه عذابا الیما، هر کسی که تولی بکند، پشت بدهد، روی گردانی کند، خداوند او را عذاب دردناک میده، در همین دنیا گرفتار میشه و مشکلات برایش میاد.
صدق الله مولانا العظيم. را صاحب کمال کرد.